یک، دو، سه، حرکت. سلام دوستای عزیز، نورزه نوری هستم. در چنل یوتیوب از من خوش اومدین. این دفعه ویدیویم با تمام ویدیوها فرق داره. موضوعش هم داستان مهاجرت خودیم و خانواده‌ام در اروپا هسته. از اونجایی که خیلی شما شوق نشان دادین و تمایل نشان دادین در که من داستان مهاجرت خود برای شما تعریف کنم، امروز تصمیم گرفتم که این ویدیو رو براتون ضبط کنم. و اینکه من قبلا داستان مهاجرت خود را داخل اینستاگرام به صورت نوشته گذاشته بودم و خدا رو شکر خیلی استقبال داشت. ولی تنها نکته‌ای که داشت این بود که خیلیا گفتن ما وقت نداریم که بخوانیم یا زمان بذاریم که داستان رو بخوانیم، چون یک چیز حدود 34 قسمت شده بود. و اینکه من تمام از 34 قسمت را تلاش کردم با نکات ریز و چیزایی که یادم میومد برایشون تعریف کنم. ولی داستان مهاجرت چیزی که هر کس که راه رمده هیچ کس فراموش نمونم، چون واقعا روزای تلخ بود که گذشت و خدا رو شکر که گذشت. با تمام نکاتش برایشون نوشتم، ولی متاسفانه به دلایلی مجبور شدم که پاک کنم، چون خیلی ها گفتن که ما وقت نداریم که بخوانیم یا اینکه متنها کوتاه هستن. دیگه من تصمیم گرفتم که این دفعه به صورت گویشی برایشون این ویدیو را درست کنم و داستان مهاجرت را برایشون تعریف کنم. ما تابستان 2019 بود که تصمیم در مهاجرت گرفتیم. به دلایل خانوادگی تصمیم در گرفتیم که مهاجرت کنیم. تقریبا 6-7 سال میشد که ازدواج کرده بودیم و 2 پسرایم در دنیا آمده بودن. اگر اشتباه نکنم یکیش 4 ساله و یکیش 3 ساله بود. یک روز البته خب ما از قبلم قصد مهاجرت داشتیم، ولی خب شرایط پیشتر می اومد، چون که خانواده همسرم یک خانواده کاملا سنتی هستن، اجازه نمیدادن و عقیدهشون این بود که همیشه دور هم باشن و برادرها کنار هم دیگه زندگی کنن. خب متفاوت شکنی کردیم و یک روز که برادر شوهرم تصمیم گرفت که در اروپا با خانواده خود مهاجرت کنم و این موضوع را با بقیه برادرها در جریان گذاشته و گفتش که من میخوام طرف اروپا برم با همسر و بچه خوب. ما و همسرم هم دیدیم که موقعیت خوبی هسته، ما هم با اینا مریم، چون که برادر شوهرم زبان انگلیسیش خیلی خوب بود و از قبل هم با قاچاقبرا صحبت کرده بودن. اینجوری بود که خیلی زیبا و زرنگتر و تیزتر از بقیه‌مون بود. یک شانس تموم میداد که ما با اینا مهاجرت کنیم. خلاصه ما هم در خانواده گفتیم که ما هم با برادر شوهرم میخوایم مهاجرت کنیم و خیلی یهویی تصمیم گرفته شد. تصمیم جوری بود که ما ساعت 9 صبح تصمیم را گرفتیم و ساعت 10 رفتیم خرید کفش و یک مقدار لباسی که به درد زمستان بخوره، چون هوا رو در سردی داشتیم، رفت تقریبا برج 5 اینا بود دیگه. خلاصه رفتیم خرید لباس را انجام دادیم و تا ساعت 12 ما کلن آماده شدیم و تصمیم دهی شد که طرف مرز ترکیه حرکت کنیم و گفتم که برادر شوهرم قبلش با قاچاقبرا هماهنگ کرده بودن و تمام کارا رو انجام داده بودن. اصلا باورم نمیشد که داریم مهاجرت مونیم، چون که ما و همسر خود تقریبا 3-4 سال قبلش هم این تصمیم را داشتیم که مهاجرت کنیم. سال 2016 که مرزها باز شده بود ما و همسرم تصمیم داشتیم، ولی خب به دلایلی گفتم خانوادگی و اجازه ندادن مادر همسرم و اینا دیگه مجبور شدیم که بمانیم. خلاصه این فرصت را غنیمت شمردیم و ما هم با برادر شوهر کوچکتریم مهاجرت کردیم.
ما تهران زندگی میکردیم. البته 1 ماه شد که اساس کشی کرده بودیم داخل تهران. من قبل از اینکه بیام تهران مادر خور دیده بودم. خب خدافزی آنچنانی نه دیگه، مثلا جوری خدافزی کرده بودیم که مثلا شاید 2-3 ماه بعد میبینومید یا 2 ماه بعد میبینومید دیگه. ما 9 صبح تصمیم به مهاجرت گرفتیم. همین قدر هول شد که ما فقط تانستیم بریم یک کفش بخریم، یک لباسی ده خود خو همسر و بچه های خو بخریم و تمام. وقتی که تاکسی آمد دنبالمون سوار تاکسی شدیم و رفتیم طرف میدان آزادی که قرار قاچاقبرمون با ما اونجا بود. رفتیم طرف میدان آزادی. بازم توی دلم یک آشوبی بود. من گفتم شاید اصلا نشه، شاید برگردیم، چون ما قبلا چندین بار تلاش کردیم طرف اروپا بیایم ولی خب اجازه نمیدادن دهمون. و چون توی شوک بودیم که این دفعه چطور شد که انقدر سریع در ما اجازه دادن بدون بحث بدون هیچ چیزی، واقعا توی شوک بودیم و میگفتم شاید اصلا نشه. نه، به خاطر همین دیگه هم 2 تا بچه کوچیک داشتم، هم استرس و چون از بقیه هم شنیده بودم راه قاچاق یک ذره سخته، در مادرخونه زنگ نزده بودم. وقتی که از تهران خارج شدیم تقریبا ساعتهای 10-11 شب بود که دیگه داشتیم طرف مرز ترکیه ما رفتیم. دیگه واقعا فهمیدم که داریم موریم دیگه. در مادر خو زنگ زدم و گفتم که ما داریم موریم طرف مرز ترکیه. مادرم باورش نمیشد، گفت تو صبح دم زنگ زدی خانه بودی، الان چجوری تصمیم گرفتیم که ترکیه برین بعد تازه میگی لب مرزی؟ دیگه خلاصه بدون خدافزی من نه مادر خور دیدم، نه برادر خوره، نه خواهر خوره، نه پدر خوره و طرف مرز ترکیه حرکت کردیم. خدافزی از ما و پدر مادریم شد، همون تلفن و تمام. تا الانی که 6 سال میشم ندیدمشون و فقط با تلفن همدیگه رو میبینیم. خداحافظی من و مادر جانیم همون پشت تلفن شد. همه ما توی شوک بودیم. ساعتهای 3 شب بود که به مرز رسیدیم و قاچاقبر گفتش که اگر میخواین امشب اینجا استراحت کنید، اگرم نه که گیم آماده. یا گیم منظور از گیم این است که همون گروه یا اکیبی که قرار از مرز بگذریم در قاچاقبر، بین قاچاقبرا معروف در گیم هستن. گروه آماده، میتونین همین الان حرکت کنین. ما چون خسته نبودیم و آمادگیش داشتیم گفتیم ما با همین گروه حرکت کنیم طرف مرز ترکیه. ما را تا یک جاهای بردن و دیگه من داشتم از نفس می افتادم. یک کلو پشتی دا پشتیم. مهدی جان چون کوچکتر بود من بغل کده بودم و شوهرم طاها جان چون بزرگتر بود او بغل کده بود و یک کلو پشتی. همینجوری که یک مسیری بود که سراشیبی بود، کوه. ما باید از کوه بالا می رفتیم. اولای کوه خوب یکم بهتر بود، هرچی بالاتر می رفت. من چون بچه بغلیم بود و کلو پشتی هم داشتم هی سختتر می شد بلدم و احساس میکردم که داره نفسیم بند میم و همونجور که این گروه 300 نفره داشتیم طرف بالای تپه ما رفتیم. کنارمون قاچاقبرایی بودن که با اسب میمادن و میگفتن کسایی که از پا دارن میفتن و نمیتونن، توانایی زیر ندارن که از صخره بالا برن، ما اونا رو با اسب میبریم. همین کردایی بودن که مخصوص همون منطقه بودن، خانه هایشون همونجا بود.
و میگفتش که هر کسی که میخواد، ما تا یک نقطه خودشان اسم میبردن دیگه، ما انقدر توی استرس و اینا بودیم که اصلا نمیشنیدیم که اسما چی هست. فقط میگفتن اگه میخواین تا فلانجا ما شما رو با اسب میبریم، نفری 50,000 تومان. و شوهریم و برادر شوهرم دیدن که من دارم از پای میافتم، برای از من یک اسب گرفتن. من بالای اسب و کلو پشتیارم گرفته بودم جلوی خود. خیلی وحشتناک بود، حتی تصور کردنش یک جوری ترس در جان آدم میره. وقتی این صخره ها رو با اسب موری، خود اسب یک ارتفاع داره و تو او سر او شیب را میبینی، واقعا ترس داره. خلاصه تا یک مقدار رای را مرا با اسب بردن و بعد از او در یک سیم خاردار رسیدیم که قاچاقبرا گفتن دیگه ما از این به بعد با شما نمیاییم، شما باید خودتون تنها برین. در چند تا از مردی جوانتر از اکیبمو توی گروه ما که بودن گفتن که شما جلوتر برین، سیم خاردار را با پای خور روی زمین پهن کن که بعدش خانما و بچه ها بتانه رد شنه. و قاچاقبر از ما اسم رمز گروه از ما رو گفت. گروه از ما یک گروه 8 نفره خودمون بود دیگه، ما و شوهر و 2 تا بچه هم، برادر شوهرم و خانومش و بچهش و برادر خانوم برادر شوهرم، یعنی زنوریم برارشم قد از ما بوده. خلاصه اسم گروه از ما رو گفتن و گفتن که از یه سیم خاردار که رد شدین همینجور مستقیم برین. یک حالت لامپ توری بود. در اونج که رسیدین بمانید، چند تا ماشین دنبالتان میاد، فلان اسم گروهی را میگه، شما اگر این اسم گروه را شنیدین طرف ماشین برین، اگرم نشنیدین که طرف هیچ ماشین دیگه ای نرین دیگه. خلاصه چند تا جوان پسر دیگه، پسرای جوان از روی سیم خاردار رد شدن، در رویش کارتون اینجور چیزا گذاشتن که بقیه آسیب نبینن، چون به شدت یک سیم خاردارای وحشتناکی هسته. فقط کافیه یک ذره در کالای دم یا در جان دم بند شنه که پاره کنه و زخم کنه. از سیم خاردار رد شدیم، همینجوری نه خیلی با سرعت بالا نه سرعت پایین، ولی با نیمه دوش داشتیم طرف همون نوری که قاچاقبر گفته بود حرکت میکردیم. در یک نقطه رسیدیم که حالت دره بود، یک طرفش کوه بود، یک طرفش دره، وسط از یک راهی بود که مستقیم دمون نوری که قاچاقبر گفته بود میخورد. اینجوری بود که نفرای اول گروه تقریبا میشد میگفت بعد از او چند تا جوان خانواده از ما بود، داشتیم ما رفتیم همینجور که یک دختر بچه 6-7 ساله، شاید هم کوچکتر بزرگتر توی تاریکی دیدن هم شد، فقط فهمیدم که دختر بچه هسته و کوچیک، با تیزی از خانواده خود جدا شده بود و با همو، حالا نمیدانم به خاطر ترس بود به خاطر هر چی بود، با سرعت وقتی داشت این مسیر رد میشد در پایین در پرت شد یا نشد توی تاریکی بود، ما اصلا نمیدانم. برادر شوهرم که میگه که من گرفتمش، ولی صدای جیغ بچه رو ما فقط شنیدیم و صدای جیغ پدر و مادر شیرم و مدام در قاچاقبر فوش دادن پدر شیرم میشنیدیم. برادر شوهرم فقط ما که وایسادیم ببینیم چه اتفاق افتاده، برادر شوهرم با اشاره گفت وای نستین، فقط بدوین که سر صدا کده الان که مثلا پلیسای مرزبان بیایه و همه ما رو پس برگردانه. یک فامیلی دیگه هم هراتی بود، اونا که جوان‌تر بودن، اونا جلو، ما از پشتشان به سرعت فقط دویش میکردیم. من اصلا الان که میشنم فکرمونو میگم چطوری من با یک کوله پشتی و یک بچه در پشتیم این مسیر اینجوری بودو میکردم، دنبال از اینا دویش میکردیم. یک رقمی بود که دویش کردیم که دیگه از او 300 نفر فقط ما 2 فامیلی بودیم. وقتی برگشتیم پشت سرم دیدیم هیچ کس نیسته
دیگه فکر کنم پدر مادر از دختر سر صدا کده بودن و چطور بود و اینا، مثل این که نگهبانای همین لب مرز آمده بودن و اونجا خیلی سر صدا شده بود و ما سریع خود از اون منطقه کشیدیم بیرون و در اون نقطه‌ای که قاچاقبر گفته بود رسیدیم و دمای صبح بود دیگه، ساعتهای 5 و 6 بجه، چون برج 5 بود هوا زودتر روشن میشه، هوا دیگه رو در روشنایی بود و ما وی خانواده هراتی اونجا نشسته بودیم. خلاصه همه قصه شب گذشته را میکردیم و اینا که چی اتفاق افتاد، چی شد، از او 300 نفر اون همه جمعیت فقط متیر شدیم، بقیه کجا شد و اینا، که یک صدای از روبرو 2 ماشین انگار پیدا بود و اسم گروه ما را صدا میزدن، اسم گروه از مورا. من در شرح گفتم که این اسم گروه از مور داره صدا میزنم. من شوهرم حالا چون خانواده‌ام باهاش بود و اینا دیگه خیلی میترسید، گفت نه نیسته و بمانید و اینا. بعد برادر شوهرم گفتش که من احساس مونم که اسم گروه از مور صدا میزنم دیگه. من گفتم خب حالا باد دیگه تا کی اینجا بمانیم، اگه اینا مثلا قاچاق برای ما باشن و بیان و برن و ما جواب ندیم دیگه ما اینجا میمانیم این شب را، نه غذا داریم نه هیچی، از خستگی زیاد. یعنی خب کوه از بس سراشیبی بود دیگه، ما مثلا نانی گرفته بودیم یا مانستری که برادر شوهر بزرگم برای ازمون گرفته بود، ما همه را از کیف خود در آوردیم انداختیم که بارمون سبک شنه و راحت بتونیم مثلا راه بریم دیگه. گفتیم که ما خوراکی هم نداریم، مجبوریم سمت همه قاچاق برا بریم، حالا یا دوز هسته، چون میگفتن خب دوز هم خیلی هسته دیگه، گفتیم یا دوزه یا قاچاق برا دیگه. وقتی که رفتیم پایین در دیست از اینا چوب بود و شوهرم گفتش که من نگفتم اینا دوست هسته، اینا قاچاق بر نیسته، قاچاق بر که در دیستش چوب نیسته. پس بود این آقا مای سراشیبی، خب ما در سر کو بودیم، این ماشین و قاچاق بر در پایین کو. پس همین مسیری که آمدیم را سربالای خیز کده رایی دیگه، خیز ما بود و قاچاق بر بود و اینا دیگه. برادر شوهر گفتم دوز هرچی هسته دیگه ما نمیتونیم بودو کنیم دیگه، ما از پای ماندو.